نور کریموف یک ماه باز در بدر مقامات می‌گردد تا بیگناهی فرزندش نوروز نورزاده را اثبات کند. دادستانی نسبت به او با اتهام سرکشی از خدمت پرونده باز کرده است. کریموف میگوید به سبب قرضداری و ناچاری پسرش را به مهاجرت به روسیه فرستاد. همون من بردن تا شب شنوندم و این کمک گرفته بود من شنوند. بچه‌ت یافته بیار. من گفتم بچه‌م رفت است نیست. اگه میگفتم اینجا وای کردم گفتم نماشه اینجا رفتگی نیست هیچ جا میگن کجا بچه‌ت روز کرده گست یافته بیار. و من از کجا به خودم مستفید آخه. خرج دنیا بودیم کردیت در خانه اومده باورم کنید 20000 کردیت گرفتیم ما همین طول رصد کردیم زمین به قضا شدیم بودیم 4 ساله زمینمون یگان میده آب نیست زمینو پول نیست نالوگ به قضا شدیم زمین به قضا شدیم شرایطی های زندگیمون پس شدمون من گوشتم بچه‌ام من رای کردم رای دوستم کار کنند و آن هم قضا رو شوت کنند بیاد خب بیاد شوز ارم خدمت میکنن میرد و کس کردگیش نیست از ارم. شرح رسمی مقامات فعلا دسترس نیست. به نقل پیوندان نوروز نورزاده روز 8 دکبر با خواهش خود به تاجیکستان برگشت و او را در گذرگاه مرزی دستگیر کردند. آنها از قبل پسرشان که حالا در بازداشتگاه است حادثه را چنین نقل کردند. جو همه عدل قپی جایش همه وای با وای بیگ با از گذرگاه پسرتون بازداشت کردن. ها بازداشت کردن. درست با شعبه کارهای داخلی. ها داخلی این خوجان آورد خوجان و زفرود بردن شد زفرود بردن چه وقت گفتن ما خبر ندادیم گفتن تا سر التکوب کردن شد بچه را التکوب کردن شدم آب گفتن آب نداد تگش به آب زدم من همه عذاب کار بچه را دادم های گناه نداره نخواه بچه من آخه ارم اومدن اگر خدمت کنی نمیخواست اگر نمی اومد من هم دیده بودم اش رفتم گریف که آچه بسیار لطکوبم کردم شب پیدنم گفت فوتبال باریم این طرف اون طرف این طرف یک تاش این طرف میزندم بایش با این طرف میزند. رادیوی آزادی در این باره به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کرد. نمایندگان این نهاد گفتند مسئله را آموخته سپس شرح می‌دهند. یک نماینده این وزارت با شرط فاش نشدن نام گفت بعضی از والدان می‌خواهند با دعوای شکنجه پسرشان را از جوابگری آزاد کنند. وکیل مدافع نوروز نورزاده به دادستانی ولایت سوغد مراجعت کرده است تا رفتار مأموران میلیسای ناحیه ظفرآباد را تحقیق کند. مراجعات ها پیشنهاد شده بودند سنه 17 دکبر و 23 دکبر. نورزاده شکایت دارد به امین جنبیدنی جوغ و از جانب من هم همچون مایدگر درخواست پیشنهاد کرده شد که از معاینه طبی وابسته به شکایت هایی که دارد گذرانده شود. تا امروز ما انتظار جواب گذراندن اکسپرتیزی طبی می باشیم. این کمی سداجی نگذشتگی فرشیف من هم فکر کردم. فرزند این خانواده با اتهام فرار از ارتش در بازداشت است و به او جریمه یا تا 2 سال زندان تهدید می‌کند. این ساکنان ناحیه ظفرآباد تلاش دارند تا ثابت کنند فرزندشان از خدمت نگریخته است. میگویند یک پسرشان خدمت حربی کرده است. آنها حالا یک طلب دارند. مقصدشون اینا همین خوبه چه میکنی وای زندانی کرده چه میکنی وای بچه گناه آدم کشتگیش نه دزدی کردگیش نه یگون وای کردگیش نه وای خدمت با اومد اگر نمی اومد وای نمی اومد اگر وای نمیشد اومد خودش پای خودش اومد بیت خودش کرده یک تینگ گفت از خود کردگی نه خودش من میرم مال دو خدمت کرده میبرم اون قپیده محکمش کرده من هم خدمت خوب کردم. شکایت ها از شکنجه در تاجیکستان سالهای گذشته ثبت شده است. در بعضی موارد کارمندان نهادهای قدرتی برای شکنجه جزا میگیرند اما در حالتهای دیگر کسی مجازات نمی شود. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، رادیوی آزادی.